اگر یکی از اینها جرأت میکنه، من همینجا میگم، مشرک بودن ما را ثابت کنه، بسم الله بفرمایید. اگر ثابت کردی پس بعد برای تو اجازه است که هر چی دلت میخواد بگی. استاد، یعنی شما میگن که کسایی که در رکاب طواغیت میجنگن و در مقابل مسلمان علیه اسلام، در مقابل کفار، حتی با کفار قدم به قدم میجنگن، اینا کافر نیستن؟ من نمیتوانم به صورت مطلق بگم که اینها کافر هستند. ولی این که برایتان میگم که یک لحظه گوش کنید. من خیلی واضح و شفاف گفتم که در رکاب طاغوت جنگیدن کفره، اما این که این فرد معین کافر باشه در این حرفه. ما نمیتوانیم تکفیر معین بکنیم، تکفیر مشخص بکنیم. امیدوارم که فرق این دوتا را متوجه شده باشه. من متوجه شدم استاد. حالا ما یکی عسکر طاغوت بشونیم، براش تعیین تکلیف بکنیم، براش بگوییم، حجت براش بطلبیم، بعد از او اگر قبول کرد تو کافر بگوییم، اگر نکرد نکنیم. درست؟ منظورتان همیه؟ منظور من اینه که تا زمان اتمام حجت نشه حق نداریم اون رو تکفیر کنیم. خدای نخواسته بین تکفیر معین بکنیم، تکفیر مشخص بکنیم. اصلا وظیفه ما تکفیر نیست، این رو خوب بفهمید. حتی این که واقعا ثابت بشه وظیفه من نیست، وظیفه شما نیست، وظیفه یک فرد عادی نیست. یک وقت ما در زندان بودم، یک دو نفر بود، یکیش از اردوی ملی بود، یکیش از پلیس ملی بود. یا امرای ما در زندان بندی بودن و یک بندی دیگه از مجاهدین بود. خب این دو نفر بندی که بودن، خب یکیش پلیس ملی است و یکیش اردوی ملی هست. اساس کلام گناهی که کردن در اونجا بندی هستن و ما در اتاق هستیم. همین مجاهد بسیار آدم شجاع بود. این برازیلیا گفت که برادر ما بر شما توصیه میکنم. این دو نفر دیگه روزه میگیرن، روز و شب دیگه عبادت کو، یک قدر گریه میکنن، عبادت میکنن. او برشان گفت که برادر تو در پلیس ملی هستی، تو در اردوی ملی هستی، تو همراه امریکایی در صف امریکایی‌ها به دفاع از امریکایی کردی و میکنی، تو مرتد هستی. اول از ارتداد توبه کو، باز بعد از او بیایم نماز بخوان، عبادت بکن. باور بکنه میره برشان گفت یعنی زحمت که شما میکشین، یعنی زحمت تان خو یعنی کلش هدر است. خوب هم تو صراحتاً برشان تشریح کردم. خب ما گفتم والا خبر از اینا، گفت اینا حتما یا بیان و میگن که بیا از این توبه بکنه. وقتی که برآمد بیرون رفت، او بر ما گفتن استاد میبینی چقدر افراطی هست، این چقدر افراط میکنه و چقدر متشدد است، چقدر چطور است، چقدر چنان است. یعنی قبول نکرد. یعنی شرک است، کفر است. یک نفر در صف کفار در پالوی کافر استاد شده و سلام در دستش است و همراه کافر در یک جبهه به اون طرف میره. انسان باید توبه بکنه. کسی که کرده اشتباه کرده، الله ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، توبه کردیم، رجوع بکنه تا وقتی که مرگ سرش نبیاد. اما اگر مرگ آمد الله نمیبخشه. این حال شرک یکی گناهی خطرناک هسته، در روز آخرت قبول نمیشه. متوجه باشین شرک، کفر، ارتداد، هر چیز در دنیا تا که فرصت داری پذیرفته میشه. البته نیست که شرک اگه یک نفر بگه ما در شرک مبتلا هستم و خدمت قبول نمیشه، نه خیر. این حکمش در آخرت است، یعنی در آخرت الله مغفرتش نمیکنه. اما در دنیا اگر توبه بکنه، بله در دنیا میتونه توبه بکنه و یغفر ما دون ذلک. و الله متعال دیگه گناه ها را اگر توبه هم نکرده باشه، توبه کرده باشه خب الله توبهش قبول میکنه. اگر یک نفر توبه هم نکرد و گناه های صغیره و کبیره مبتلا بود، الله متعال میگه چون این مادون از شرک است، ممکن است که الله به رحمت خود ببخشه و ممکن است که الله به عدالتش کسابتش و در سخت ببره. اما به شکل موقت چون شرک نآورده گناهگار است. ولا تكسلا فإن الهموم بقدر